سلام خدمت دوستان عزیز چنل یوتیوب پیمانی. بنده پیمان احمدی هستم، کارشناس، معامله‌گر و مدرس بازارهای مالی. در این جلسه ویدیویی ما میخوایم به معنی ترید بپردازیم که ترید چی هست، معنی کلمه ترید چیه. ازتون درخواست میکنم ویدیو رو لایک کنید، چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم فعال کنید که ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید. بریم که ویدیو رو با هم ببینیم. اول ما باید با معنی کلمه ترید آشنا بشیم. ترید به معنای معامله و مبادله کردن هستش. حالا این معامله میتونه به روش سنتی باشه، یعنی شما در قبال پولی که پرداخت میکنید یک کالا دریافت کنید، یا اینکه به معنای امروزی ترید که بیشتر در بین جامعه جا افتاده، معامله در بازارهای مالی باشه، معامله آنلاین. حالا ترید در بازارهای مالی به دو صورت است: ترید و هولد. هولد به معنی سرمایه گذاری بلند مدت است، به معنای این که شما یک کالا، یک سهام، کریپتوکارنسی خریداری کردید و برای مدت طولانی نگه داشتید. مثلا من 10 سال پیش بیت کوین خریداری کردم و امروز بیت کوین رو میخوام بفروشم. این به معنی هولد هست و ما اینجا با کلمه ترید کار داریم. ترید یعنی ترید به معنی معاملات کوتاه مدت است. کوتاه مدت یعنی کمتر از 1 سال تقریبا. و همین ترید به چند شاخه تقسیم میشه، مثل پوزیشن تریدینگ که به معنی معاملات ماهانه و گاهی سالانه هستند. سوینگ تریدینگ معاملاتی که به صورت روزانه و هفتگی باز و بسته میشن. دی تریدینگ که از اسمش هم معلومه معاملاتی هستن که به صورت روزانه باز بسته میشن. و اسکالپ تریدینگ. اسکالپ تریدینگ معاملات بسیار کوتاه مدت هستند، به صورت دقیقه‌ای و حتی ثانیه‌ای باز و بسته میشن. و حالا چه چیزهایی اینجا باز و بسته میشن، چه چیزهایی اینجا معامله میشن؟ اول از همه که به نظر من معروف ترینشون هست کریپتوکارنسی یا همون ارزهای دیجیتال هستند. ارزهای دیجیتال در بازار فارکس و خود کریپتوکارنسی معامله میشن که این بازار شامل بیت کوین و آلت کوین ها هستش. آلت کوین ها مثل اتریوم، ریپل و ما بقیه ارزها. بعدی کارنسی پیر هست یا همون جفت ارزها. جفت ارزها ارزهای کشورهایی هستند که در مقابل همدیگه خرید و فروش میشن، مثل یورو به دلار، مثل یورو به ین ژاپن، مثل دلار آمریکا به دلار کانادا و غیره. بعدی استاک هست. استاک به معنی سهام هست. معاملات سهام در فارکس در قالب قراردادهای CFD انجام میشن. وقتی شما یک سهام رو میخرید، شما مالک اون سهام نمیشید و فقط از تغییرات قیمت سهم بهره مند میشید. حالا سهامی که خرید و فروش میشن به عنوان مثال اپل، گوگل، مایکروسافت، نتفلیکس و تسلا هستند. بعدی کامودیتی ها هستند. کامودیتی ها بخش بزرگی از بازار فارکس رو تشکیل میدن.
مثل فلزات گرانبها، طلا، نقره، مس و پالادیوم. محصولات کشاورزی مثل ذرت، قهوه. انرژی ها مثل نفت و گاز طبیعی هستند. بعدی ایندیسیز هستش و از شاخص ها مثل S&P 500، عملکرد 500 شرکت بزرگ بورس آمریکا، دو جونز، عملکرد 30 شرکت برتر بورس آمریکا و شاخص های مربوط به ارز مثل DXY که تحلیل اون به ما قدرت دلار رو در آینده نشون میده. بعدی باندز یا اوراق قرضه هستند. مجموعی از اسناد و مدارک هستند که شرکت‌های خصوصی و دولت‌های مختلف اونها رو به سرمایه گذاران میفروشند. مثل US10Y اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده، GB10Y اوراق قرضه 10 ساله بریتانیا، CA10Y اوراق قرضه 10 ساله کانادا هستش. خب دوستان عزیز، به انتهای ویدیو رسیدیم. در این ویدیو با مفهوم پایه و مقدماتی ترید آشنا شدیم. در انتهای ویدیو ازتون درخواست میکنم ویدیو رو لایک کنید، چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و حتما برام کامنت کنید نظراتتون رو درباره ویدیو و سوالاتتون که در ویدیوی بعدی پاسخ بدم و همچنین پیشنهاداتتون برای ویدیوهای بعدی و حتما زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید که ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید. خدا نگهدار.